مدت ها بود همون ندیده بودیم و از این مدتی که گذشته خیلی چیزا عوض شده. وارد یه برهه سکوت مطلق شدم. مدت هاست حرفی هیچ جایی نمیزنم، چون احساس میکنم هر چی بخوام بگم از قبل گفته شده و گفتنش توسط من هیچ چیزی رو عوض نمیکنه. چون ما روز به روز از هویتمون دورتر شدیم، روز به روز تیمی که تحت عنوان داماش میدیدیم از اون تیمی که به عنوان داماش میشناختیم و به یاد میآوردیم دورتر و غریبه تر بود. این داماش برای ما دوست نداشتنی ترین داماش ادوار بود. بعد میره و متاسفانه داماش حذف میشه. بازی تیم به معنای واقعی حال آدم رو هم میزنه. هم هوادارم میبریم داره بد پیش میره و تو داره خوشحالی دام تو این بازی فروری. پیکان گل 4 هم زد. حدوداً 14-15 سال بود که ما توی رشت بالای 3 گل نخورده بودیم. رأس کادر فنی و تا الان نشون داده که چیزی برای ارائه نداره. قام به آزادی گذاشتیم، زمینی که این فصل هنوز در اون پیروز نشدیم، در واقع در خانه پیروز نشدیم، چه در این زمین چه در سردار جنگل. یکی از رکوردهای خیلی بد اونو داریم. این تیمداری نیست، این خرابکاری و کارشکنیه. خیلی از جاشون تو این تیم نیست، باید شاخ محبت از سرمون بکشن. اما شاید بالاخره وقتشه که کم کم تکه‌های خورد شده خودمون رو پیدا کنیم و کم کم دوباره شبیه خودمون بشیم. عوضش کن.
شکر نه بوجو بده فرجاد میبینیم داره با فرجاد میگیری. خدایا ما رو بی فرجاد نکن. پیراهن خریدم، خیلی مخلصم از رسانه خوب وارش اسپورت. پیراهن خریدم پوشیدم که اگر اینو بکنم اون یکی باشه. خدا جون. نه ما هم نگفتیم شما فیلم لختیت پخش شده که عزیز من. نه اینا همه شایعات. فقط یه دونه صحنه داری اینو برمیگردونی اینجوری میکنی، اینو من خیلی دوست دارم. چجوری میکنم؟ مثلا داری چیزی میگیری بعد اینو برمیگردونی اینجوری. مثلا واسه اینطوری میشه. آقا با امید برد. بچهای غیر مجاز چکن. نه مجاز الان دیگه مجوز گرفتیم. خدا رو شکر. یه دونه سایت هم بزن واسه خودت دیگه قشنگ بهتر. چقدر البته بازی پخش زنده داره میشه. امیدواریم که ورود بانوان هم بالای آزاد شه. آره ورود بانوان بگم این زودتر گفت. من نمیگم دوباره مثلا. حتی الان ورود بانوان رو توی بازی تراکتور پرسپولیس دیدیم، خیلی زیبا بود واقعا. اونا اونجوری هم ما فرق داریم. نه سرباز وطن نوپوه بله نوپو روف فرمانده یگانه دادم وایستی نتیجه بازی چی؟ که میگی 3-1 طبیعتا. من نه واقعا این بازی احتمال میدم بازی به نظرم 2-1 میبره. چند ولمون کن بابا، هر چی پیش بینی میکنیم مساوی یا باخت، چیزیه نمیگم من. عالی. اصلا برای من که هیچی تغییر نکرده. من گفتم 2-1. شما چی میخوای؟ آره باز میرسیم. نیمه اول یه گل میزنیم، نیمه دوم 1 الی 2 گل میخوریم. والا از نظر درجی بگی درسته بابا. من 2-1 دادم. سلام چکر. شب الله الله. شبیه حالت نیست که حضور کنیم. چون نیست. پنجشنبه شب دیگه. اینا چیه؟ اینا چیه گوش؟ آقای مرگی. نمکیه؟ نمیدونم چه مهی میگیره شاشم. من هنوز زندم. خدا رو شکر. موافق باش. بازیکن‌ها خوب و بزرگی هستید که فکر می‌کنید امروز بچه‌ها اول برای شخصیت خودتون که داخل زمین استقبال بازی کنید، بعد برای هوادار با تمام تلاش سعیتون رو بکنید. امروز بچه‌ها باید استقبال از زمین امتیاز باید بگیرید. ما می‌خوایم یه نیم‌فصل نبردیم تو این زمین، درسته؟ می‌خوایم بعد یه نیم‌فصل اولی خود از لحظات پیش نیمه اول شروع
پنالتی برای داماش. یا نه گل وحشی شده. گلر یه پنالتی گرفته خودش هم باورش نمیشه، داره گریه میکنه با من حرف نزنه. بلند شو، یه پنالتی گرفتی دیگه، این حرفا رو نره. حقیقتا یاد اون شخصی که تو کانادا خودش انداخته بود زمین که دیه بگیره افتاده. بگو میدونم میخوای چی بگی. نه. داری به زور نگه میداری. داخل پنالتی. نیمه اول با سوت داغه چون رسید نتیجه 0-0. بیا الله این ور نبیه هر جا تو ما میبینه من بیای دیگه. نه میگه به ما رو نگاه چالش مانگان است دروازه باز. دستی رو نی آره میگو یکی رو نه نمیگه. بزن یه بر بزن دیگه داری میزنی همونجا که علی آوری ما در خطر. الله علی کان. نیمه دوم دقایقی آغاز شده. بوی تشویق هواداران داماش. ریتم گرم کردنش با تشویق‌های هوادارا داره. سکوش اونوره. گل نگاه گل بگیر علی رحمان گل بگیر علی جمعی شده تو وقتای اضافه. تاریکه داورس بس دیگه سوتتو نشون بده. الله الله
بالاخره ما در این فصل دوم اولین برد داخل خونه رو به دست میاریم و پوریا اشک شوق میریزه به خاطر انگار فینال جام جهانی. الله اولین پیروزی الهی دست زخم کردیم. من یه بسته چسب زخم بگیرم. تونی جان برو وسط. تونی جان برو. چه خبره؟ یه بازی بردیم دیگه. گندشو در نیار. میده باز. پیرنگ گرفت. اگه تو نیم فصل اول امسال با تیم داماش آشنا شده بودین، به هیچ وجه تیمی نبود که بتونین دوستش داشته باشین، چون اون تیم هیچ چیزی نداشت که بخوایم نسبت بهش احساس غرور داشته باشیم. اما این وضعیت تو نیم فصل دوم میتونه عوض بشه
و گام اولش هم درست برداشته شد. فقط کافیه یادتون باشه که ما جامون اینجا نیست، ما خیلی تیم بهتری است.